سرخط خبرها. ادامه مذاکرات امارت اسلامی با امریکا درباره زندانیان. ذبیح‌الله مجاهد اعلام کرد که گفتگو با طرف امریکایی درباره تبادل زندانیان در جریان است. کابل در تقاطع دیپلماسی و مطالبات جهانی. معاون دبیرکل سازمان ملل در سفر 3 روزه در کابل از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است محدودیت‌ها علیه زنان را لغو کنند که این محدودیت‌ها دست کم کاهش یابد و در نهایت لغو شود. خطرهای جدی در کمین کودکان زلزله زده افغانستان. سازمان نجات کودکان اعلام کرد که هزاران کودک آسیب دیده از زمین لرزه با خطر جدی بهداشتی روبروند. کمک‌های مالی تمامی تدابیر و جدیت خود را در دستور کار قرار داده. ادامه بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان. شماری از این مهاجران به خبرگزاری آفاق گفتند که در حال حاضر توان مالی بازگشت به افغانستان را ندارند. و تشدید بحران‌های اجتماعی و روانی در اسرائیل. مرکز آمار این رژیم اعلام کرد پیامدهای جنگ غزه موجب تشدید بحران‌های اجتماعی و روانی در اسرائیل شده است.